خداوند جل و علا در سوره حجرات آیه 12 میفرماید، خب موضوع رو میگیره، میگه ولا یغتب بعضکم بعضا، هیچ یک از شما دیگری رو غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، و یکی از شما دوست دارد که یک جسمی مرده برادرش رو بخورد. گوشتش رو، یعنی انسان را. بله، یک برادرش فوتیده است، از گوشت مرده همون بگیرد بخورد. از گوشت مردهش. ایحب احدکم، و شما دوست می‌دارید همین قباحت رو با خود قبول کنید، همین گناه وزنین رو از روزی باشید که انجام میدهید. در دوام همین آیه میگه واتقوا الله، از خداوند بترسید، در حق برادرانتان خواهرانتان بترسید از خداوند. ان الله تواب رحیم، و توبه کنید که خداوند جل و علا توبه کننده بخشنده است، توبه پذیر است، مهربان است خداوند جل و علا. از حضرت علی رضی الله عنه مثال بیاریم. انسان غیبتگو رو به مگس تشبیه دادن. مگس چی صفت دارد؟ در هر جایی که بدبویی و پلیدی باشد خود را به اون رو می‌زند. در هر جایی که خوشبویی است و زیبایی است خود را از اون رو دور میکند. یعنی انسان نباید به مانند مگس باشد، مگس صفت باشد، از عیب دیگران جستجو کند، عیب دیگران را بگوید. این گناهی بزرگ است. درست است که غیبت کردن هیچ شخصی ممکن است، اما پرسیدید که آیا غیبت کردنی همه ممکن است یا اینکه نه؟ قسمتی از انسان ها رو می شود گفت برای مصلحت مردم. حسن بصری میگوید که دو گروه از مردم رو باید شما غیبت کنید، یعنی باید در مردم شناسانید. خب که آنها کی ها هستند؟ پیش از همه انسانی فاسق، انسانی که صورتش انسانی بسیار خوب و متواضع میتابد اما درونی فساد دارد، درونش پوسیده است. خب خود را خوشنمایی میکند، خوش اخلاق نشان میدهد اما صفتش درونش بد است. باید دوست برادر را بگوییم که همین انسان خصلت های بد دارد، به حرام ها میرود، به زشتی ها میرود، از همین انسان دوری کرد. برای انسانی که فساد را آشکار میکند باید مردم باید بداند و فریب او را نخورد، فریب سیمای ظاهری او را نخورد. و دیگر انسانی که بدعتکار است. بدعتکار یعنی چی؟ مردم رو با خب سخنان شیرین به گمراهی و ضلالت میبرد، از نام دین استفاده میکند اما مردم رو به گمراهی و باطلاق‌ها میبرد میرساند. سیمای روحانی دارد اما درونش درون شیطانی است. باید مردم دانند این کسا. خب ببینیم داستانی که در حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شده است. پیامبر با صحابگان نشسته بودند. یک مردی از بین اصحاب از جایش برخاست و رفت. یکی از نشستگان او را غیبت کرد، بدی او را گفت. پس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت ای مرد، دندانهایت را تازه کن، توجه کن به دندانهایت، چیزی هست؟ کمی شد. گفت من چیزی نخوردم، گوشتی نخوردم، طعامی نخوردم، به دندانهایم چی شده است؟ پیامبر باز گفت به دندانهایت توجه کن. پیامبر میدید که در دهن و دندان این گوشتی برادرش است. گفت من هیچ چیزی نخوردم. بعد از 3 بار تاکید گفت تو گوشتی برادرت را خوردی، تو رو غیبت کردی، ناموس او، جایگاه او، شرف او رو از بین بردی. این خود خونریزی است، این گوشتخوری است. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند ما الغیبه، غیبت چیست؟ پیامبر محبوب من صلی الله علیه و سلم درود بر آن کس فرمودند، گفتند سخنی که وقتی شنود آزار بیابد، خاطرش ملال شود. در پشتش گفت اگر همین صفت در او باشد، اگر این صفت که اون چیزی که ما گفتیم در بارش در حقیقت در او هست، گفت اگر باشد غیبت است، اگر در او همین صفت هایی که شما کردید نباشد
باز گناه وزنینتر تهمت می شود برای آن. بعضی میگن که اویسته کرده بید یک بار دیگر تا که تماشابینان توجه کنند. هر کسی رو غیبت میکنیم اگر بله، هر کسی رو اگر غیبت میکنیم، سخنی او رو میگوییم، اگر در او باشد در حقیقت همون صفت ها، همون گفته ها در او باشد، این غیبت حساب میشه. این غیبت است. اگر این گفته ها نباشد پس گناهی وزنینتر گفتن، پس این تهمت است. تهمت. در ما عادی شده است، میگه بیایید غیبتش نمیکنیم اما صفتش میکنیم. این صفت کردن همین غیبت کردن است. برای چی خوبی های برادرت رو نمیبینی؟ برای چی خوبی هایش رو نمیگویی؟ هیچ انسانی بیکمودی نیست، هیچ انسانی بیکمودی نیست، اما باز موفقیت ها، باز کامیابی های زیاد دارد، صفت های نیکی زیاد دارد. بیایید درباره صفت های نیکی همدیگر بگوییم فقط، تا اینکه دل ها پر از محبت شود، کینه ها و عداوت ها از بین برود. خدا ما و شما را از این گناه بد نگاه دارد. نگاه کنید حضرت، در دست من مثلا ورقه سفید است. این چیز در همه جا شده است، اثبات شده است. بیشتری مردم ما تا استاد می‌دارد وارد صنف می‌شود، در اینجا یک خدشه میکنه. وقتی میبردارد میگه که چی میبینید؟ همه با یک آواز میگن چی؟ نقطه سیاه رو میبینید. پس سوال میدید، میگو چرا؟ میگو همین قدر سفیدی کلام کسی ندید نقطه. ما کوشش کنیم که رو به سفیدی آوریم، نه به نقطه سیاه. ما بیشتر همینیم، خطای یک دیگر رو جستجو میکنیم، عیب او دیگر. خدا از این چیزا ما رو نگاه دارد. اگر ما عینک سیاه داشته باشیم، آفتاب اگر جلو دهد و نصف روزی هم باشد، ما همه رو سیاه میبینیم. باید نگاهمون رو زیبا کنیم، باید نگاهمون رو پاک کنیم، قلبمون رو صاف کنیم، تا اینکه بدی دیگران رو نبینیم، تنها نیکی هایش رو ببینیم و صفت کنیم. آمین. خدا شما رو نگه دارد. شما رو نیز تشکر. رحمت. ماهی پر فیض و فتوح، ماهی پر فتح و شکوه، پاکی تینت رو رمضان آمده است، بهر دلهای حلیم، بسم رحمان رحیم، از خداوند کریم. رمضان آمده است، فصل گل به نیاز، دل ایمان بنواز، به طهارت به نماز. رمضان آمده است، رمضان آمده است. همه یک جا گویم اهل امت صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلوات.